دوستای عزیز سلام برسه. امیدوار هستم که خوب و عافیت باشین. ما امروز یکی از مناظر بسیار زیبا و طبیعت های بسیار خوب و دیدنی را میخوایم براتون نشان بدم. همین قسمت که شما در تصویر میبینین یک جاده فرعی است و در کنار جاده یک فارم بسیار خوب و زیبای گل آفتاب پرست. در این قسمت هم یک جاده کوچک فرعی دیگه هست. بعدش در اون قسمت همچنان فارم دیگه است و در این قسمت یک فارم دیگه است که فعلا بر روی مردم باز شده و مردم میتونه که بره و از رو دیدن بکنه، عکس بگیره. طبیعتا که یک چیزی پرداخت میکنین حدود یک 20-25 دلار که از اون نمایشگاه دیدن بکنین. یک طبیعت خیلی زیبا، منظره بسیار زیبا. من خواستم که روی شما هم شریک بسازم تا باشه که یک انرژی مثبت تزریق کرده باشم براتان.